خب گله میکنه، گله دارم سر کیسه خوشحال کنم بیام 200,000 روپیه بدم، 1 لک بدم بگم خرج کنی قوم مرم بگی منو مرگ شما تو واکن. منم که تو افته و مته ببینه تو باز میگی که آرد خوبه بختون قلب خورم به سر مخ کردم تاین داری بنده خوب خوبه نادر جو آخه دبا بزی خاطر دور این داختم که من با زندگی کنم. خوب کاری کرد. همین آدم که سن دادم بره بالا بیا از مگر دعا کمتر مصرف کنه. خب با تو زالی به من میگی پیر شدی، من پیر شدم. یعنی تو 14 سالی خونی ها دیگه. بابا جو امشب میمون داری؟ آقا دیگه بابا تم کلمون خراب کردیم. هر دم سوال میکنی، سوال 4 تا میمون دیگه. قدر سوال ما چیکار به جهازی سوال کردن خبر کمی سودا بخیر. نازنین سلام، خدا کنه هر جا هستیم خوب و خوش باشیم، خدا کنه همیشه اوقات به کام شما باشه. دوستان نازنین تشکر از این میکنم که همیشه کانال ما تعقیب میکنیم، برنامه ما تعقیب میکنیم. ما هم سعی میکنیم یک برنامه آموزنده دیدنی برای شما تقدیم کنیم. دوستان نازنین از تاریخ هفته بعد ان شاء الله اگر زنده بودیم ما در کانال هرات پامیر هم همکاری داریم، میتونیم برنامه ما رو از این چینل هم تعقیب کنیم. من و خانم حسینی وکیل جان محمدی و سایر همکاران ما که در این عرصه کار میکنیم سعی میکنیم که یک برنامه جانانه آموزنده برای شما تقدیم کنیم. خدا کنه ما تعقیب کنیم، چینل سابسکرایب کنیم، لایک کنیم تا بتونیم ما برنامه بهتر و بهترتر برای شما تقدیم کنیم. قربان همگی شما که همیشه ما تعقیب میکنیم، همیشه ما حمایت میکنیم. این شما هم خانم فاطمه حسینی. دوستای عزیز سلام، سلام از ادب دارم تمام عزیزای دل، اونه که خارج از کشور، اینا که داخل کشور، ان شاء الله همیشه پیروز و موفق و سربلند باشیم و بسیار خوشحال باشیم که همیشه ما رو حمایت میکنی، پیگیری میکنی. ان شاء الله که از این بعد از چینل هرات پامیر ببینیم و کانال صدای هنر که همیشه شما ببینید. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار شما.